سپس صفت چهارم، صفت دیگری که الله در قرآن بر خود ثابت کرده است، صفت مجیع، آمدن می شود. آمدن الله سبحانه و تعالی برای جدا کردن بندگان در روز قیامت با دلیل های قرآن و سنت و اجماع ثابت شده است. و دلیل قرآن قول الله سبحانه و تعالی در سوره فجر و جاء ربک، که در آن روز پروردگار تو می آید. در اون صحرای محشر حاضر می شد پروردگار. این آیه کریمه نشان می دهد که روز قیامت الله متعال در آن صحرای محشر حاضر می شود، می آید و بین بندگان خود حکم می کند. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 210 می فرماید که هل ینظرون الا ان یأتیهم الله، آیا آنها چیز را انتظارند غیر از آن که الله به نزد آنها بیاید؟ چیز دیگر را منتظر هستند؟ این آیت هم نشان می‌دهد که مردم انتظار هستند که الله آمدن خود را به سوی آنها نشان می‌دهد. و دلیل از سنت، رسول الله فرمودند که حتی اذا لم یبق الا من کان یعبد الله تعالی، اینک وقتی که در روی زمین تنها آنهای باقی میمانند که الله متعال را میپرستند، خواه نیکوکار باشند خواه گناهکار، پروردگار جهانیان نزد آنها می آید. اتاهم رب العالمین، پروردگار جهان نزد آنها می آید. متفق علیه، بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده است. این حدیث اشاره می کند بر آمدن الله سبحانه و تعالی. اما اجماع سلف بر آمدن الله متعال برای جدا کردن بندگان در روز قیامت اجماع کرده، اتفاق کرده هستند. و این آمدن باید با شکلی که برای الله لایق است، برای الله ثابت می شود، بدون تحریف و بدون تشبیه مانند کردن به چیزی. اما بعضی گروه های متعصف اهل تعطیل آمدن الله را با آمدن فرمان یا قرارهای الله تعبیر کردن، تفسیر کردن و نادرست کردن و اشتباه کردن. اما این تعبیرهای نادرست آن است که باید با طرز اصلی که در قرآن و سنت آورده شده است فهمیده شود. آمدن واقعی الله سبحانه و تعالی که از خود بر ما یادآور می شود. یا کسی هست که الله را از خود بیشتر بشناسد؟ نه، الله خود را از ما بیشتر میشناسد، بیشتر میداند. پس مادامی که این را وصف کرد، پس ما باید اقرار نماییم. پس آمدن الله سبحانه و تعالی در صحرای محشر برای جدا کردن بندگانش در روز قیامت ثابت شده است، بدون تحریف و تشبیه قبول می شود.